No. بریم که امروز از هفت سورو هفت نداشت هفتادین سورو امروز کلی کار داریم چی دیگه این سورونی چی بخورم فلان روز کنیم ناز بپوشیم و بریم سراغ کار. این تیشرتی به نظر امروز گرمه. بازی گوشی اشتلده علی مثل منی باهوشی اشتلده بابایی چقدر پره به آمدیم بیرون دارم میرم سر مقصد که بچه ها رو ببینم بعدم برم از اون کلاس. آره شکرم رسیدیم ولی طبق معمول من تک تنها اینجا هیچ نیومده اینجاست وایسا اینا اوه چی اینا اومدش منتظر همین بودم 1 ساعته اونجا موندم بعدم اومدم اینجا. من دارم ولاگ این روز زندگی با من میگم از خونه هم گرفتم داریم میریم پیش به سوی فلسطین یه چی بخوریم نوشابه کیک من گشتمه اینا هم این پشت دارن میان میخوام برم اینجوری اویه کش میاد دلار چه میشه تومان بگیم اینو میذارم این زیر برید فالو کنید اتفاقی داشتی فلسطینه کلی باز پیاده را داره من من این دکمه رو یادم رفت پاوز دکمه پاوز رو میزنم دکمه پاوز رو میزنم رسیدیم اونجا بعد دوباره فیلم میگم چون راه خیلی داریم. شب بخیر. من یه حرکتی یادم اومد یه حرکتی میزنم میخوام زنگ بزنم به یکی پول بگیرم بگم اینجا گیر کردم ببینم به من پول میده یا نه هیچی دیگه همین حالا میریم اون سانس رو ببینیم دیگه حرکت باحال بزنیم. اینجا رو این چه قشنگه ما کم راه اومدیم رسیدیم به اینجا هیچی دیگه این ویدیو هم که دیدیم دیگه حالا دو نفر همین که ثابت کردن پول داشتن میدادن به من همون برام کافیه و این طبیعت لذت ببریم دیگه چکر همگی دیگه نمیدونم چی به چیه داشتم میافتادم این دوتا هم اینجا خود دیگه هیچی پاز میکنم تا برسیم به حسین دیگه بیسابت حاجی این سرعه رو منم خسته شد. حالا میگه چرا ماشین نمیشینی؟ چون اینجا ترافیکه نمیشه ماشین نشست یعنی بری نیم ساعت عقب بیفتی بخاطر این من چون پیاده برم دیگه دوباره چی بریم یه ذره دیگه راه رو برم و رسیدیم مقصد دوباره ویدیو رو از پاوز در میارم. من نزدیک مقصد شدم این نزدیک نشم مقصدم حسینم بچهش به گیلام میدونم کجاست خدا یه چیزی من الان تو مخم رفته این آهنگه بود عزیزم مثل منم دیدنم
این آهنگه رو بنویسین یادم میاد مال کیه. حتما بهم بگید ستونهای موندن عشقای من، ستونهای عشقای من. هیچ دیگر امام حسین من منتظرشون بمونم و حله. پیس اوت هانی اوت، یعنی بیا بیرون هانی، همون پیس اوت. آره همین دیگه. یه وانت هم داره میاد و میره. بریم اینجا رو قشنگ نشون بدم. اینجا رو این چه قشنگه، حال کنید. بیاین رشت زندگی کنید مثلا. آقا بریم پیش سوی خانه که هیچی دیگه. امروز ما یوتیوبرها اینجوری گذشت دیگه، تمام شد دیگه. یه چی خوردیم زدیم گرفتیم تمام شد. همین یه روز اینجوری. الان میریم پیش سوی خونه، رفتیم تقویتی این ور اون ور چرخیدیم، یه چی خوردیم ولی یه ویدیو اسکاگیری هم کردیم تمام شد و رفتیم. چرا همه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم که حال کنید. $1 دیگه بخش حالا کانتنت فعلا نداشتم. شب بخیر. مشکل داری